چخیل از روسیه به تاجیکستان پول فرستیم؟ این سوال است که دهها کاربر رادیوی آزادی دوام 2 روز اخیر از ما میپرسیدند. پاسخ چنین است: بانک ملی تاجیکستان رسما از شهروندان خواست که مبلغ‌های خود را به کشور تنها طریق نظام‌های یونیستریم و کانتکت انتقال دهند و از خدمات دیگر نظام‌های انتقالی از جمله زلاتای کرانه موقتا دست کشند. این وضعیت در پی آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک نهاد نظارتی در نزد بانک ملی تاجیکستان فعال گردید. مسئولین بانک ملی میگویند روزهای نزدیک خدمات وستر یونیون نیز در تاجیکستان فعال خواهد شد. مقامات بانک ملی میگویند مبلغ‌هایی که طریق نظام زلاتای کرانه به کشور انتقال داده میشوند بانک‌ها آنها را پرداخت نمی‌کنند. در برابر زلاتای کرانه انتقال مبلغ طریق نظام‌های بین‌المللی بلیسکو و مونیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. مشتریانی که مبلغ‌ها را توسط نظام‌های پرداختی زلاتای کرانه، بلیسکو و مونیگرام انتقال دادند و این مبلغ‌ها را تا سنه 3 دکبر سال 2019 یعنی تا فعال شدن مرکز ملی انتقال پول دسترس نکردند، می‌توانند مبلغ‌های خود را از این نظام‌ها بازپس گرفته توسط نظام‌های یونیستریم و کانتکت و این صورت حساب‌های بانک انتقال دهند. گفته است بانک ملی تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر فعال شد باعث سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است، چون در روز نخستین فعال شدن این مرکز ده‌ها نفر در سراسر تاجیکستان نتوانستند مبلغ‌های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مسئولین بانک ملی تاجیکستان از تصمیم خود حمایت کردند. میگویند هدف از راه اندازی مرکز ملی پروسسینگ این حفظ حقوق استعمال کنندگان ساحه بانکی از جمله مهاجران میباشد. اما سوال‌های هم پیدا شد که برای حفظ حقوق استعمال کنندگان از جمله مهاجران چرا بانک ملی راه‌های دیگری را نازموده است و چرا همه عملیات‌های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.